سلام علیکم. بهتون مژده بدم مصرف گوشت در تمام شهرهای کشور ممنوع اعلام شد. این که الان و گفتی یعنی چه؟ یعنی اینکه مصرف گوشت در تمام شهرهای کشور ممنوع اعلام شد. اینکه خبر خوبی نبید که ما تازه دلمون به این خوش بود که داریم گوشت میخوریم لااقل. با چرا متوجه نیستین وقتی که مردم در واقع گوشت مصرف نکنن رو به حبوبات میارن مثل نخود، لوبیا، عدس از اون جور چیزا. من که سر در نبیارم. آخه چه دلیل داشتم این مردم نخود بخرن؟ ای بابا ببینید وقتی که مردم گوشت مصرف نکنن میان سراغ حبوبات. تو حبوبات نخود از همه به صرفه تره. خب فرض کنی هر کسی 1 کیلو نخود بخره، میدونی چقدر نخود میشه؟ یعنی باید خوشحال بشی. میخوان یه چیزی دستی بهتون بدم خوشحال بشین. این ما نوفایی چه الان چیه؟ اینایی که گفت اصلا بلش کنیم. من اومدم به شما یه پیشنهادی بدم. پیشنهادی؟ من تو در واقع زمینایی که توش نخود میکاریم و تو انبارای نخودتون میخوام باهاتون شریک بشم. صبر کن ببینم چرا با من شریک نمیشی؟ با شما میشم. با شما هم شریک میشم. با تو هم شریک. با همتون شریک میشم. و هم شادونت رو تصمیم نوداری که ایشان و یاری من خورم دارم و میرم. باید صبر کنی شیر فرهاد و یار. ای آقای چه ربطی داشته بی تو شام و یار سم به شیر فرهاد و وزا کلو و وراد بخورم. وی مرد خب تو خانه هیچی داشتیم. شیر فرهاد و رفته شکار بزنه و یار. شکار بزنه؟ پس بفرما سالار خان ور و میر. ها خیلی دلت نخواد. پسرم شیر بیشه بیده تا چند تا شکار نبزنه نبیاد. وای دو حرفایی وزنه ها شیر بیشه بیده. گوشتن ها وی اومد. سلام علیکم. این یه دونه شکار بکردم اینا. این فنچه ای زدم ای تو که درخت بیدم. دست در نبکنن خسته نباشی. من میرم اینا کباب بکنم همه دور هم بخوریم. چی بگوه